با سازی راه خستیور ساحلاب یا ارقه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان، این راه زیاده از 5 سال باز ویران و با سبب جنجال‌های مرزی دو طرف تعمیرش امکان ناپذیر بود. حالا پس از معلوم شدن خط مرز، تاجیکستان کار را سر کرده است. کار را اویدی ارزانسازی روز 5 دکبر آغاز یافته با مرام ادامه دارد. درازی راه 9.7 کیلومتر بوده، پهنایی 15 متر تشکیل می‌دهد. از دو طرف جویبارهای آهن بتونی مانده می شود و چراغان کرده می شود. این راه را یک شرکت چینی با تقریباً 70 کارگر از تاجیکستان و چین و افریقا و افغانستان می سازد. پولش را بانک جهانی داده است. انتظار می رود راه را در بهار سال 2026 به استفاده دهند. مدت یک ماه می شود که پروژه جدید را یا قرارداد جدید را آغاز کردیم که روزانه 12 ساعت 11 ساعت و اگر زمینه مساعد باشه، آب و هوا خوبتر باشه، ما 12 ساعت کار میکنیم. در غیر از 10 ساعت 11 ساعت ما همه روزه کار میکنیم و حتی 2 شفت داریم و از طرف شبام کارهایی که نیاز است که باید انجام شود کارا رو انجام میدیم. این قطعه ویران و ناهموار راه در ناحیه باباجان غفورov ولایت سوخت قرار دارد. در گذشته ساکنان تاجیکستان و قرقیزستان از آن برابر استفاده می بردند. حالا راه ساکنان دو طرف مرز از هم جداست. رانندگان تاجیک میگویند از نوسازی راه خستیورز ارقه باید زودتر پایان یابد تا حرکت آسان و زندگی راحت تر گردد. راه مازش نمی‌بینید، قداخون دیداسید یک روز به 5 بار 6 بار میگذاریم. ماشینا ما هم مقصد خدایش وصال شدگی اعصابی راه. این قطعه جزئی از شاهراه خوجند کانی بادام است. در زمان شوروی و تا بحث‌های مرزی از این راه نقلیات 3 کشور ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان می‌گذشت. باور دارم که اگر همین منطقه راه به استفاده داده شود و اون منطقه‌ای که به کوچکک می‌پیوندد، یعنی راهی بین مرزی از یک مرز ازبکستان به مرز دیگری ازبکستان می‌پیوندد و شاید ماشین‌های سبکرو، ماشین‌های مسافرکش من بعد اگر نظام گذشت مرز آسان گردد، مشکل‌ها برطرف گردند، شاید از همین جا حرکت کند که این امنیت هم مسافرها، امنیت هم واسطه‌های نقلیات را بیشتر و بهتر تامین خواهد کرد. در قسمت دیگری راه کانیبادان که بحثی حساب نمی‌یافت، هنوز سال 2023 ساختمان راه بین‌المللی آغاز شده است. آن را نیز شرکت چین ریلوی می‌سازد و قرار است کارش را تا ماه مارس سال آینده به پایان رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.